حالا فکر میکنم که برای سپاریدن جام تاجیکستان اینجا رهبران فدراسیون فوتبال تاجیکستان هستند و باید جام رو با دسته خوجان سپارند. در کدام روی هم یک زدین ما شما در افیل باقی خواهیم موند و این رو خواهیم دید. خب حالا فوتبال بازی دسته خوجان باز یک مربی دیگر رو بالا میبردارند. این فاروق است یا کسی دیگر؟ نه، اینجا کمی دورتر است چون بله این دستاندرکاران دسته خوجان هستند که محض با کمک همین ها خوجان امروز با گرفتن جام تاجیکستان سزاوار شد. و بار دیگر میگیم صاحب جام تاجیکستان خوجان دروازه‌بان دلشاد دادابایف رقم 22 منوچهر احمدوف 24 دلرجان توختاسونوف 19 خورشید بکنظروف 7 رسلان رحمتوف 6 عبدالصمد حاجیبایف 8 احسان بابایف 21 حکمتالله رسولوف 63 دوران جان توختاسونوف رقم 10 دلشاد بازاروف 62 جهانگیر ارگاشف رقم 30 رستم ریزایف یکی از دروازه‌بان‌های بهترین که امروز در بازی شرکت نکرد اما صاحب جام تاجیکستان است. رقم 3 رستم داملاجانوف 11 فرهاد طاهروف یکی از نشانزن‌های بود که امروز در بازی شرکت نداشت. رقم 20 شاهرخ رجب معطوف 23 دلشاد کریموف 16 مومنجان گدایبایف رقم 2 صاحب جان حکیموف رهبر دسته خوجان شفقت ابراهیموف دیرکتور کلوب رستم خوجاєв سرمربی شهرت عمروف مربی کلان این آخرین شهرت عمروف را برداشته بودند. مربی دروازه‌بان ها فرخ بردیف کارساز میرزامودین منوروف مسحگر دورانبک جورایف سردار دسته حسین جلالوف. خب دوستان گرامی این بود آنه که خوجند دوام موسم سال 2017 انتظاری میکشید. زینه دوم مدال‌های نقره جام تاجیکستان باز از کدام دسته این جام رو بود؟ از استقلال، از دسته که مغلوبیت رو نمیپرستد، دسته که همیشه پیروز بود و سربلند. ولی جام تاجیکستان امروز از دست رفت. جام تاجیکستان رو محض خوجند از آن خود کرد. این سال با دسته استقلال دوشنبه جام کنفدراسیون فوتبال آسیا رو با دست آوردن هم میسر نگردید. دسته القوا الجویه در این موسم این جام رو از تاجیکستان با خود برد. امروز در این ورزشگاه باز استقلال جام رو از دست میدهد. جام تاجیکستان رو با دسته خوجند. تا اون دوره که دوستان گرامی لحظه سپاریدن جام تاجیکستان صورت میگیرد ما با شما براستی حالا من نمیدونم که شما کدام نوارها رو دیده ایستادید، چون که در جایی که هستم اون نوارهایی که شما دیده ایستادید دیده نمیتوانم. من میبینم که در میدان مخلصان زیاد وارد شدند. اینها مخلصان استقلال هستند و استقلال رو یک نوع تسکین میدهند که هیچ باکی نیست، همه در پیش است سالهای آینده و سالهای دیگر. اینها مخلصان استقلال هستند. فکر میکنم که حالا آنها از میدان خواهند رفت و دوره تیاری برای سپاریدن جایزه ها صورت میگیرد و ماموریت ورزشگاه هم از مخلصانی که با ورزشگاه وردی و میدان شدن خواهش میکنند که از میدان بیرون شوند. چرا چنین شکل گرفت نمیدونم. خوب به هر نوع باید چنین ظهور نمیکرد، مخلصان با میدان نمی آمدن، اما با میدان آمدن. خوب بازی هم تمام شد خیلی بر وقت، تقریبا 5 تا 8 دقیقه است که بازی به انجام رسید است و هم فوتبال بازی دسته استقلال و هم دسته خوجند
انتظار سپردن هم مدال های جام و در ورزشگاه هم اعلام میکنند که لحظه سپردن جام تاجیکستان صورت میگیرد. حالا بیاید گوش کنیم که چی میگویند. بله، یوسف ربیف که هم در دسته استقلال بازی کرده است، در دسته های ورزش دوشنبه بازی کرده است، در دسته خیمه دوشنبه بازی کرده است، در دسته پرواز نوعی بابا جان غفور بازی کرده است. یکی از نشانه‌های بهترین دسته منتخب تاجیکستان حالا جام را برآورد و در جایش گذاشت. محض دست همین بازیگر بود که امروز خوجند جام را با خود به خوجند میبرد. تا کی؟ تا موسم آینده جام تاجیکستان. حالا البته توصیف درباره بازی امروزه در رسانه‌های خبری پخش خواهد شد. بسیار هم بازی جالب و دیدنی بود در فینال این بازی ها. بسیار هم ما لحظه های را دیدیم که در بازی های پیشین ندیدیم که مثلش خوجند در مقابل استقلال نشان داده باشد. در مقابل استقلال بازی کردن همه دسته های تاجیکستان نهایت دشوار بود. اما امروز ببینید بازیگران استتسنکا دروازه‌بان نبود، دروازه‌بان اساسی دسته در اینجا نبود، از نوریدین دورانوف نبود، منوچهر جلیلوف نبود. خوب فکر میکنم که شاید این عامل ها هم برای غلبه نکردن دسته استقلال کمی هم باشد، کمبودی وارد کرده باشد. اما به هر نوع آن چیزی که عیان هست حاجت به بیان نیست. استقلال دوشنبه در این بازی اساسی و حساس بازی رو باخت. حالا رهبری فدراسیون فوتبال تاجیکستان، کمیته جوانان و ورزش، رئیس کمیته جوانان و ورزش تاجیکستان حالا برای سپردن جام تاجیکستان به میدان میآیند و در ابتدا فرصتی معرفی آرنافران تیم رو خیلی زحمت کشیدند و کار امروزه داوران که از مد نظر دور نبود و دولتمند اسلاموف و داوران مرحله نهایی جام جمهوری تاجیکستان. حالا تحفه ها به داوران بازی امروزه: داور میدان سیادجان زینالدینوف، داور درجه اول از شهر دوشنبه. تحفه های خاطره‌ای سپرده میشوند و دولتمند اسلاموف کاتب گنرالی فدراسیون فوتبال تاجیکستان این عمل رو اجرا میکند. حالا اول سیادجان زینالدینوف، بعد کمکگران او وفا قرایف از شهر نو داوری درجه یکم، با او همچنین نسیم حمیدوف از دوشنبه، بهروز مرتضویف داوری اتیوتی از شهر دوشنبه کمک کردند و آنها از دست رهبری هم فدراسیون فوتبال تاجیکستان و هم کمیته جوانان ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان این توپه ها رو گرفتند و حالا اعلان میکنند در ورزشگاه که خوجند باید جام رو بالای سر خود بردارد و فکر میکنم که نه، اینجا بازیگری بهترین معین کرده شد. این هم باشد کاپیتان دسته خوجند در بازی امروز. من و شما پیشتر گفتم این منوچهر احمدوف است که حالا بازیگری بهترین این وخوری انتخاب گردید. هرچند دلشاد دادابایف چندین مرتبه گفتم که در بازی امروز دروازه‌بان از همه بهتر بود. خب به هر نوع فرق ندارد که این دادابایف میگرد یا خود منوچهر احمدوف، این مالی دسته خوجند است و حالا به دسته خوجند نه به دسته استقلال مدال‌های نقره جام تاجیکستان همچون نشانی از فینال سال 2017 سپرده میشد. فتولایف، دیوید ماوتور
Qurbanali Boboyev, Artyom Baranovskiy, Ahtam Nazarov, Romish Jalilov, Jahongir Aliyev, Fatulov kapiteni dasta, Amirbek Joraboyev, Dmitry Barkov, Dilshod Vosiev, Nikola Stoshich, Hamid Ghulomi, Muhammadjoni Hasan, Ehsoni Panshanbe, Tavrezi Davlatmir, Abdulghafor Oybek Abdulghaforov, Farod Qosimov. اینا همه آنهایی هستند که برای خود در موسم سال 2017 مدال‌های نقره جام تاجیکستان را اختصاص دادند. در یادشان فراموش نخواهند شد. این قدمی است برای محمدجان حسن، احسان پنجشنبه، آنهایی که با بازی‌های نهایی چمپیونات آسیا در بین فوتبال بازان تا 19 ساله تا 16 ساله برآمدند. اینا یک راهبلدی است. این یک نشانه است که زمان با اون افتخار خواهند کرد که همین گونه در فینال جام تاجیکستان بازی کردند. خوب اینجین محسن محمدیف، علیشیر توختایف، عادل ارگاشف، فاروق اویزوف، ارکین دلاجونوف اینا همه با همین مدال ها سزاوار گردیدند. وقت نوبت با 2017 جام تاجیکستان مدال های طلای جام تاجیکستان با فوتبال بازی دسته خوجند فوتبال بازی ساحلی سیر سپرده می شود. این دستاوردی یکی از ولایت های بزرگ تاجیکستان که اگر سالهای پیشین در هیچ دسته‌های لیگ عالی 3 تا 4 دسته بازی میکردن، امسال طوری میبینیم خوجند در تنهایی است و دسته‌هایی بودند که از اسرافشان، از نایب باباجان غفورov دیگر در لیگ عالی شرکت نمی‌ورزند و شاید روزی میرسد که شماره دسته‌ها از ولایت سوخت با دستگیری حکومت ولایت سوخت، حکومت شهرهای خوجند، اسرافشان، پنجکن و دیگر نایب باباجان غفورov که دسته‌هایشان پیوسته در لیگ عالی و لیگ یکم بازی می‌کردند، باز هم فوتبال ریواج می‌یابد، رونق می‌یابد. خوب مدال‌های طلا حالا با بازیگران دسته خوجند سپریده می‌شوند. همه بازیگران اینجا حضور دارند. چی احتیاطی، چی بازیگران اساسی که در میدان بودند. خوب لحظه‌های فرح بخش فرا می‌رسند. البته شادی نشاطی آنها را با این سخنان قید کردن هیچ امکانی ندارد. آنها خود حس میکنند که چگونه آنها خرسندند، چگونه با سری بلند برمیگردند با ولایت سوخت با جام تاجیکستان. شاید آنها را پیشواز میگیرند، شاید برای آنها باز تحفه‌های ارزنده از جانب سرپرستان پیشنهاد میشوند برای این کامیابیشان. با راهبری رستم خوجاєв و آن مربیانی که سهم گذاشتند. حالا رئیس کمیته جوانان ورزش برای این فوتبال بازان خوجند مدال‌ها رو تقدیم میکند. احتام رستم عبدالزاده و فکر میکنم که اکنون نوبت جام رو گرفتن هم فرا رسیده است و نمایندگان فدراسیون فوتبال تاجیکستان نهایت جام جمهوری تاجیکستان منوچهر احمدوف این توپ را بالای سر میبردند و لحظه فرح بخش. آفرین میگیم با دسته خوجند و بار دیگر همه مخلصان این دسته را تبریک میگیم با این جامی که حالا بالای سر دارند. دوستان خیر در همینجا گزارش خود را به انجام میرسانیم. موسم فوتبال سال 2017 در تاجیکستان به انجام رسید. همه به آرزوی خود رسیدند. استقلال چمپیون، خوجند صاحب جام. حالا لحظه عکسگیری هم فرا میرسد. ما باشیم گزارشمون رو در همینجا به انجام میرسونیم. خیر تا بازدید تا موسم‌های نوی فوتبال تاجیکستان در شبکه ورزش.